سلام دوستای عزیز، امروز من گندم تر کردم. اینجا دکوسه دینیم پاوند، اینجا دینیم دکوسه تویست دینیم پاوند. یا برای سمنکی اتلاگی موندگیم، اینایشه برای سمنکی بیرونی. اینای خیلی گندم زکاس کردم در امریکا. ای آمازون زکاس کردم میشه. نصیب انشالله استار کردم اونجا میشه. 24 ساعت باید که تر بسته. با بعد 24 ساعت نشان میدیم. سلام دوستای عزیز، این 24 ساعت پسی تر کردگی میخواهش دیگه گندم اکو اینجاش دو کفونک دیگه نکه بین این ملت یه روز دیگه 24 ساعت دیگه می پیشور میمونم شه با دلالیو تنم میکنیم. سلام دوستای عزیز، این سیم روزای گندم موندگی من نخالیش دیگه اگه دلالی گرفتم شونه ایتارش دکان میپوشونم. سلام دوستای عزیز، این سمنکی ما تیار شده. این تگش، این بالاش اینجا در بلندر گرفتم تیار کردم شه. این آو می اندازم کم ترک و این نیاز می اندازم آو کتی برمیکنیم شه بلندر میکنیم شه. این ای او روزی که ویدیو گرفته گردم درست پس شه نمیخواهش نگه تگش نه آو انداختم شه. نه این سمنکم انداختم کاز میگیرم بلند میکنم شه. اینم خیلی همشه بلندر میکنم بابا نشون میکنم تنه. این دوستای عزیز ما بلند کرده شدم شه. الان میگیریم از میجفه میشه. اینی با جاکوشا میجفیم آوشا میگیریم دوباره آوشا میگیریم از آوشا گیریم با نشون میکنم. این دوستای عزیز این آوشا گرفتم جفیدم یکم دیمه یا جوه اینجا دو کاسه آرد گرفتگیم دو کاسه گندم دو کاسه آرد میگیریم از آردرش میکنم شم خیلی آوشا حال میکنم و تک دمی اندازیم تمام. میبینیم آرد دمی او حال میکنیم خیلی کلوچه نزنم نداشته باشم. این اکده درنی دیگه انداختیم میجوشه که دو پیاله روغن انداختم. دو پیاله روغن هم نه انداختم کم تر آوش موندگه با میبیارم میاندازم رو جوشیدن میره. این دوستای عزیز سمنک اتلاگی ما تیار شده. اگر ویدیوی ما معقول شده باشه تونه لایک سابسکرایب شیر کردن یادتون نبره.